سلام عرض میکنیم به شما بینندگان عزیز و اینا خبرهای مهمترین روز را توسط بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون صبح به شما میرسانیم. در استودیو با شما جهانگیر صابر. در دانشگاه دولتی فرغانه فستیوال عنعنوی بهار دانشجو برگزار گردید که در آن با برابر دانشجویان رویه‌های زبان‌های روسی و ازبکی رویه زبان تاجیکی نیز خیلی فعال اشتراک کردند. ادامه موضوع در گزارش اولین ما. در فستیوال عنعنوی بهار دانشجو استادان دانشگاه دولتی فرغانه، دانشجویان فاکولته فیلولوژی یعنی رویه‌های زبان‌های روسی، ازبکی و تاجیکی اشتراک کردند. فستیوال بهار دانشجو هر سال در فصل بهار گذرانیده می‌شود و هدف از تشکیل آن تحکیم حس دوستی و وطن‌پروری در بین جوانان یعنی دانشجویان، عمیق‌تر درک نمودن ارزش‌های ملی و عنعنه‌های ملی میباشد. فستیوال بهار دانشجویی در فاکولته فیلولوژی با کیفیت اعلی برگزار گشته ایستاده است. در قطار دانشجویان روس و ازبکان ما تاجیک زبانان اشتراک کرده ایستادیم و با همدیگر مهر و محبت صمیمانه این ملت ها ما را خیلی همراه بلند می سازد و ما می خواهیم دوستی و برادری خلق ها همیشه ابدالابد جاویدان بماند. گوش حرف راهبر باید کنیم، دورتر راهی نظر باید کنیم، در سنگ خود سپر باید کنیم، قطره ها را همچون گوهر باید کنیم، در همه میدان ظفر باید کنیم، ازبکستان را دیگر باید کنیم. در دایره فستیوال بهار دانشجو مسابقه های ورزشی، آزمون آشپزی، نمایش هنرهای مردمی و لباس های ملی تشکیل کرده شد. مهمتر از همه این چهاربینی عنعنوی در کشف نمودن استعدادهای نو بین دانشجویان اهمیت بسا مهم دارد. جوانی خودش بهار است و به سبب جوانی را به بهار عمر تشبیه نمی کنند، مانند نمی کنند، چرا که برای حیات من بعده انسان انا همین فصل یعنی فصل جوانی زمینه اساسی را میگذارد. امروز در دانشگاه دولتی فرغانه، انیقترش در فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی فرغانه، فستیوال عنعنوی بهار دانشجو دایر گردیده ایستاده است و چنانکه که میبینید اینجا جوانان ما، دانشجویان ما هم بهار عمر خود را، هم بهار طبیعت را، هم بهار سعادت ازبکستان نو را جشن گرفته ایستادند. فستیوال بهار دانشجو در ترغیب لباس‌های ملی خلقان نیز خدمت می‌کند، زیرا گلدختران دانشگاه در فستیوال با لباس‌های ملی به ملت خود خاص شرکت ورزیدند. واقعا هم وقتی که سخن درباره لباس ملی می‌رود، حتما سیمای زنان با سر و لباس خاصه زیبا پیش نظر می‌آید، چرا که زن را عالیه حسن می‌گویند. تاریخ گواه است که زن و مادر هر یک ملت در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت محسوب گشته، یکی از نشانه‌های اساسی فرهنگ و تمدن ملت‌های مختلف دنیا لباس ملی آنهاست. Bugun Farg'ona davlat universiteti filologiya fakultetida an'anaviy talaba bahori ko'rik tanlovi o'tkazilyapti. Bugungi ko'rik tanlovda filologiya fakultetining barcha talabalari, professor o'qituvchilari jalb etilgan. Professor o'qituvchilarimiz tomonidan milliy palov tayyorlanyapti. Bu yerda milliy liboslar, milliy an'analar barchasi mujassam. در فستیوال بهار دانشجو گلدختران رویه تاجیکی دانشگاه دولتی فرغانه خیلی فعال اشتراک کرده لباسهای ملی، ارزش و عنعنه و هنرهای مردمی ما را نمایش داده توانستند و میتوان گفت که سر و لباس ملی آنها، طرز طعام تیار کردن این گلدختران را اشتراکداران چهاربینی خیلی بلند ارزیابی کردند. از تاریخ معلوم است که به زمین دهه دوردست هوشیار قدم چندین نابغگان عالم شمول رسیده است. شاه و شاعر ظهیرالدین محمد بابر یک سال در این دهه زندگی کرده به سوی کابل رفته است. جز بابر میرزا و کتاب بابرنامه او نام ده هوشیار را به جهان تشبای عادلف نام فرزند ارجمند این دهه مشهور ساخته است. درباره حیات دوره های جنگ و بعد جنگ تشبای عادلف کتاب نو از چاپ برآمد.
طوری که خبر دارید سال گذشته در سایت رسمی وزارت مدافع فدراسیون روسیه پامیاد نروده درباره تشابه عادلف معلومات‌های نو پیدا شده بود. در آن ذکر گردیده است که تشابه عادلف سزاوار اردن لنین و مدال ستاره سرخ کشته عنوان قهرمان اتفاق شوروی را نیز گرفته است، اما از این عنوان‌ها خود او و نزدیکانش نیز خبر نداشتند. این خبر واقعا هم همه را شاد نمود. باز یک خبری خوش: فرزند کلانی تشابه عادلف عادلجان تشابه درباره حیات دوره‌های جنگ و بعد جنگ پدرش کتابی نو تحت نام فرزند دو خلق قهرمان دو ملت را نوشته است. چاپ برآورد که ترجمه این کتاب با زبان ازبکی نیز انتشار شد. من بسیار نویسنده شاعرها درباره قصه و داستان و پویست ها نویسندگی هستند، کتاب های علاوه هم هست. من اون لحظه هایی که در آنها قیشیدگی نیست از زبان پدر چیزی که رو شنیده بودم وی را به خاطر آوردم. بعد از آن دوره حیاتی دوره بعد جنگیشون واقعا حادثه های شدگی میگفتند نقل میکنند. در بعضی واقع حادثه هایی که با پدر رو دادگی بود ما خودم شاهد بودم، چون که دوی موبایل کسا گرفتم میگشتم گویایی که نرویم. انا همون چیزهای به حساب گرفتم. شعر نویسنده شاعران تاجیک، ازبک و روس را با هم مقایسه کننده، بنابراین با نام فرزند دو خلق قهرمان دو ملت کتاب را نشر کنندم. من این کتاب من درست 3 روز شد از چاپ برآمد. این توفه ایدانه من با خاطر پدرک من مقصد اساسی من وای نیست. مثلا خودم چی میگن نشان دادن یا کردن نیست یا ایجاد کردن دواگر نیستم، لیکن من قرض فرزندی خودم برای اجرا کردن همین کارا کردم. این کتاب عینا دو خیل یک خیل درونش هم فقط یکیش با زبان تاجیکی دومش با زبان ازبکی. درباره تشابه عادلف و کارنمایی‌های او در شهر لنینگراد زیاده از 100 نفر شاعر و نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دیگر ایجادکاران محلی شعر و داستان، حکایه و اوچرک نوشتند. بزرگان ادبیات تاجیک ساتیم لغزاده و میرزا ترسونزاده، میرسعید میرشکر، نمایندگان ادبیات ازبک آیبک، ادهم رحمت و باز چند نفر دیگر شعر و داستان‌ها، حکایه و قصه ها نوشتند که این از بزرگی فرزند فرزانه سرخ دلالت می‌دهد. همین فعلا کس در دوره جنگ و بعد از به آخر رسیدن جنگ هم در ساحه در حیات دوره آسودگی هم در ساحه خواجگی کشلاق در ساحه پداگوژیک خدمت‌های زیاد کرده هستند. من به همین مناسبت من شاعران نویسندگان بسیاری روس، تاجیک، ازبک درباره این کس داستان، قصه، اثرهای خودشان نوشتگی هستند، شعرهای خودشان نوشتگی هستند. ماه دکبر سال 42 نویسنده شاعر ازبک موسی تاش محمد آولی درباره وی کس شعر ایجاد کرده. یگیتنین یگیته یاوگا آتسالسم اگر سیویکلی یا دایم تلپلده بکنگل یک شعر خودشان نوشتگی. آن از همان دوره سرکرده در وطنمان درباره پدر همین معلومات های دیگر چیزها آمده است. بنابر درباره تشابه عادلف نویسندگان معروف روس نیز اثرها نوشتند. او بعد جنگ دوم جهانی به زادگاه خود برگشته چند سال همچون رئیس کالخاز دیرکتور مکتب دهش فعالیت برده در رشد و رونق ناحیه سرخ حصه سزاوار خویش را گذاشته است. بعد این فقط در دهش باغ زیبای برپا نموده است که تا حال از میوه های شکرین این باغ مردم دهه هوشیار بهره ور گردیده ایستادند. واقعا هم تشابه عادلف افتخار نه فقط سوخیان بلکه مردم ازبکستان می باشد. امروز 7 می روز کارمندان رادیو علاقه و کمونیکاسی اطلاعات می باشد. کارمندان ساحه را به روز عید کسبیشان تبریک نموده از جریان چاره‌بینی رغبتناک سازی کارمندان شعبه علاقه گزارش می دهیم. در شعبه علاقه ناحیه سرخ 22 نفر کارمند فعالیت می‌برند و وظیفه اساسی شعبه مذکور تامین منتظم علاقه اینترنت، اید تلفنی و علاقه های موبیلی میباشد. در ناحیه سرخ سالهای آخر با سعی و تلاش کارمندان ساحه صفت علاقه های موبیلی اینترنت خیلی بهتر گردید. 7 می روز کارمندان رادیو علاقه و کمونیکاسی اطلاعات بوده. در این روز از جانب فیلیال ناحیوی اکادمی فنهای توران و حزب خلق دموکراتی خدمت کارمندان این شعبه قدر کرده شد. با یکی از کارمندان فعال شعبه علاقه ناحیه سرخ سراجان شریف از جانب فیلیال ناحیوی اکادمی فنهای توران نشان سریسینگی سپریده شد. برای خلق ارسطی
میتوان گفت که سالهای آخر در ناحیه سوخت صفت اینترنت بهتر گردیده، به دهه‌های دوردست ناحیه حتی اسکونه‌های مخصوص وای فای وصل کرده شدند و مردم امروز از اینترنت وسیع استفاده برده ایستادند. خصوصا در دام سالهای آخر توله‌های اپتیکی کشیده شده، به هر یک محله موجود اینترنت رفته رسید. در اجرای این کارها واقعا هم خدمت کارمندان شعبه علاقه ناحیه سوخت خیلی کلان است. خصوصا ارزیابی گردیدن خدمت کارمند ساحه خسروجان شریف همه کارمندان ساحه را خیلی شاد نمود و این اعتبار و رغبتناک سازی او را وادار می‌سازد که از پیشتر بیشتر ثمره‌ناک فعالیت برده برای رشد ساحه مذکور سهم خویش را گذارد. طبیعی است که در فصل تابستان در نتیجه بالاروی حرارت هوا بچه‌ها در ساحل دریای و حوض‌ها جمع آمده به آببازی مشغول می‌شوند. اما طبق معلومات وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده در جای‌های منع شده به آببازی مشغول شدن خیلی خطرناک است. در ناحیه سوخت حوض‌های مخصوصی به آببازی کردن جوانان اجازه شده وجود ندارد. گرچنده حالا تعطیل تابستانه سر نشده است، الکی بچه‌های خردسال با سبب بلند شدن حرارت هوا در حوض و کانال‌ها به آببازی مشغول شده ایستادند. با فرارسی موسم گرمی هوا آببازی به یکی از شغل‌های اساسی اهالی مخصوصاً جوانان و نورسان تبدیل می‌یابد، اما دانستن قاعده‌های آببازی و رعایت کردن به آنها شرط و ضرور است، زیرا رعایت کردن به قاعده‌های آنها البته جوانان را از عاقبت‌های ناگوار ایمن می‌دارد. اما در ناحیه سوخت، در کانال‌ها، در لب حوض‌هایی که در آنجا آببازی کردن قطعاً منع شده است، جوانان به آببازی مشغول شده ایستادند که این البته با عاقبت‌های ناگوار آوردنش از احتمال خالی نیست. از این جهت کارمندان شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده ناحیه سوخت به ساحل دریا و کانال‌های کلان رفته به بچه‌های خردسال فهمانیده ایستادند که در کانال‌های کلان با آببازی مشغول نشوند، زیرا این جای‌ها زیر نظارت قرار گرفته نشدند و از این جهت با آببازی مشغول شدن در این موضع‌ها قطعاً منع کرده شده است. Cho'milish mavsumi boshlanishi munosabati bilan So'x tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi ogohlantiradi. Ochiq suv havzalarida, yopiq suv havzalarida taqiqlangan joylarda cho'milish taqiqlanadi. Hurmatli fuqarolar, sizlarni ogohlantiramiz. Ushbu oylik davomida ham barcha faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. از پدر و مادران طلب کرده می شود که در تعطیل تابستانه فرزندان خود را از نظارت دور نگذارند. خصوصا در حدود مرکز ناحیه سوخت در کانال‌ها بچه‌های خردسال با آببازی مشغول شده ایستادند که طبق معلومات کارمندان شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده ناحیه سوخت در اینجا برای بچه‌های خردسال جای‌های خطرناک زیاد می‌باشند. بچه‌ها از مسافه دورتر تاخته آمده به کانال خود را می‌پرتویند که این خیلی خطرناک است. در داخل کانال میده‌های شیشه و سنگریزه‌ها موجود بوده و بچه‌ها ضرر جدی رسانیدن آنها از احتمال خالی نیست. چون ایام آببازی الکی آغاز شده است، نظارت در جایهای مخصوصی که برای شناوری معین کرده شده است پرزور کرده می شود، اما در ناحیه سوخت جایهای مخصوص شناوری وجود ندارند. در واقع آببازی در ساعت‌های گرمی روز توصیه داده نمی شود، ولی بچه‌ها در حدود مرکز ناحیه در عین تصفیه هوا در داخل کانال و حوض‌های ساحلی دریا می باشند که این پیش از همه به سلامتی آنها ضرر جدی دارد.